اینترنت چیه و چگونه کار میکنه؟ این سوالیه که ما میخوایم بهش بپردازیم و این موضوع رو بررسی کنیم که چجوری ممکنه وقتی که ما یک چیزی رو سرچ میکنیم در کمتر از چند ثانیه میتونیم به دنیای عظیمی از اطلاعات دست پیدا کنیم. ما توی این ویدیو دنبال این سوالیم که از وقتی که ما یک کلمه رو توی گوگل سرچ میکنیم تا وقتی که اون اطلاعات به دست ما میرسه چه پروسه‌ای رو طی میکنه و این پروسه توسط چه افرادی اداره میشه و اگه اون افراد بخوان واقعا میتونن اینترنت جهان رو قطع کنن یا خیر. خب بیایم از اول چک کنیم که ببینیم پروسه ورودی و خروجی گرفتن از اینترنت چگونه است. طبیعیه که هر کسی بخواد یک چیزی رو توی اینترنت ذخیره کنه که بقیه بتونن بهش دسترسی پیدا کنن، اون رو باید توی یک سایت و یا فضای ابری ذخیره و آپلود کنه. اون اطلاعات به دیتا سنترهایی که در سراسر جهان وجود داره میره و روی اونها ذخیره میشه. به طور ساده بخوایم اگه توضیح بدیم، یک سری اطلاعات رو مردم توی این دیتا سنترها ذخیره میکنن و ما وقتی به اون اطلاعات نیاز داریم درخواست خودمون رو به یکی از اونها ارسال میکنیم و اونها این درخواست رو دریافت میکنن و اطلاعاتی که ما نیاز داریم رو به دست ما میرسونن. حالا این اتفاق چجوری میفته؟ که بین این حجم از داده توی دیتا سنترهای سراسر جهان وجود داره، ما میتونیم اون ویدیوی مد نظر خودمون رو در کمتر از چند ثانیه پیدا کنیم. اول بیایید در مورد زمانش صحبت کنیم. ساده ترین چیزی که هر کدوممون میتونیم تصور کنیم اینه که این اطلاعات از طریق ماهواره به دست ما برسه. یعنی اینکه ما درخواستمون رو به ماهواره بفرستیم، ماهواره درخواست رو به دیتا سنتر بفرسته و دوباره این مرحله برعکس طی بشه تا اون اطلاعات به دست ما برسه. اما در واقعیت ماهواره ها چند هزار کیلومتر از سطح زمین فاصله دارن و اگه این اتفاق قرار باشه به این شکل بیفته، زمان زیادی رو باید منتظر بمونیم تا یک سایت بالا بیاد. پس اگه این اطلاعات از طریق ماهواره به دست ما نمیرسه، چجوری از چند صد هزار کیلومتر اونورتر میتونه یک داده در کمتر از یک ثانیه به دست ما برسه؟ در واقع انتقال این اطلاعات از سیستم‌های پیچیده فیبر نوری اتفاق میفته. این فیبرهای نوری هزاران کیلومتر رو طی کردن، از دریاها، اقیانوس‌ها، کوهستان‌ها و جنگل‌ها گذشتن تا اطلاعات به دست من و شما برسه. اگه قرار اطلاعات از طریق یک کابل به دست ما برسه، پس چرا اینقدر سرعت این انتقال داده زیاده؟ همون جور که از اسم این کابل مشخصه، اطلاعات رو به صورت نور جابجا میکنه و سرعت نور خیلی بیشتر از سرعت امواجه. هر وسیله‌ای برای اتصال به اینترنت باید به این سیستم فیبر نوری وصل بشه. اگه شما از سیم کارت استفاده میکنید، سیم کارت از طریق دکل‌هایی که در سطح شهر وجود داره این کار رو انجام میده و اگه از طریق وای فای استفاده میکنید، وای فای از طریق خط تلفن این کار رو انجام میده. خب حالا میخوایم به این سوال جواب بدیم که چجوری ما میتونیم توی دریای عظیمی از اطلاعات اون چیزی که واقعا میخوایم رو پیدا کنیم. برای درک این موضوع ما باید IP آدرس ها رو درک کنیم. هر سیستمی که به اینترنت متصل میشه یک IP آدرس مختص به خودش رو داره. مثلا موبایل، لپتاپ یا کامپیوتر یا هر سیستم الکتریکی دیگه ای رو که به اینترنت متصل میکنید یک IP آدرس داره که مثلا اگه بخواید میتونید توی گوشیتون سرچ کنید و اون رو پیدا کنید که یک عدد طولانیه. این عدد طولانی مثل کد پستی میمونه. وقتی که مثلا بخواد از اون سر جهان برای شما یک چیزی بفرسته، با داشتن کد پستیتون میتونه اون بسته رو براتون ارسال کنه. دیتا سنتر گوگل هم با داشتن IP شما میتونه هر جای جهان که باشین اون اطلاعات که خواستین رو براتون ارسال کنه. خب دیتا سنتر اینجوری میتونه ما رو پیدا کنه و برامون اطلاعات رو بفرسته. حالا ما چجوری میتونیم اطلاعاتی که میخوایم رو توی اون حجم عظیمی از داده پیدا کنیم؟ همینجور که ما یک IP آدرس داریم، تمام اطلاعاتی که توی دیتا سنترها قرار گرفتن هم یک سری IP آدرس های مخصوص دارن که منحصر به فرد خودشونه. یعنی تمام سایت ها و ویدیوها و تمام مطالبی که توی دیتا سنتر هست یک IP آدرس منحصر به فرد داره و ما با داشتن اون IP آدرس میتونیم راحت به اون دست پیدا کنیم. IP آدرس ها
معمولا به صورت یک رشته اعداده. مثلا ما اگه بخوایم به سایت یوتیوب وارد بشیم، نمیتونیم که اون رشته اعداد طولانی رو حفظ کنیم و اونا رو وارد گوگل کنیم تا بتونیم وارد سایت یوتیوب بشیم. برای این کار یک میونبر ایجاد کردن. همون جور که شما وقتی شماره یک فرد رو میخواین، وارد دفترچه تلفن میشید، حروف الفبا رو چک میکنید تا بتونید شماره فردی که میخواید رو پیدا کنید. این دفترچه تلفن برای IP آدرس ها رو DNS گفته میشه. DNS برای هر IP آدرس یک اسم منحصر به فرد انتخاب کرده که ما با سرچ کردن اون اسم میتونیم اون IP آدرس رو پیدا کنیم. خب حالا میخوایم یک جمع‌بندی برای چیزهایی که گفتیم انجام بدیم. وقتی که ما یک درخواست رو توی گوگل سرچ میکنیم، این درخواست باید وارد سیستم جهانی اطلاعات بشه. درخواست ما به یک هارد DNS ارسال میشه. اون هارد DNS درخواست ما رو به IP آدرس تبدیل میکنه و IP آدرس رو دوباره به سیستم ما ارسال میکنه. ما این IP آدرس رو به دیتا سنتر گوگل ارسال میکنیم. دیتا سنتر گوگل آدرسی که ما براش ارسال کردیم رو با آدرس هایی که داره چک میکنه و اونی که باش مطابقت داره رو به ما نشون میده. امنیت توی این داستان حرف اولو میزنه. اینترنت توی جهان به هیچ کشور یا دولتی تعلق نداره و یک چیز جهانیه و همینجور که فهمیدیم IP آدرس ها یک اطلاعات خیلی مهمی هستن. اگه یک هکر بتونه به IP آدرس یک بانک یا یک سایت مهم دولتی دست پیدا کنه، میتونه به تمام داده هایی که داخل اون هست دسترسی داشته باشه. برای این اتفاق یک شرکت ایجاد شده که بتونه حفاظت اینترنت جهانی رو بر عهده داشته باشه که اسم این شرکت آیکنه. آیکن مسئول اینه که از IP آدرس های مخصوص و خاص جهان محافظت کنه. این کار رو به چه شکلی انجام میده؟ شرکت آیکن برای حفاظت از این اطلاعات در 4 تا هارد دیسک واقعی نگهداری میکنه که دوتا کنار همه، 2 تاش توی ویرجینیای آمریکاست و 2 تای دیگه‌ش هم توی کالیفرنیای آمریکا. از این هارد دیسک ها به شدت محافظت میشه. حتی از پنتاگون هم حفاظتش بیشتره. شرکت آیکن این هارد دیسک ها رو توی یک سری جعبه قرار داده و باز کردن این جعبه ها رو به 7 قسمت تقسیم کرده و 7 تا کارت توی جهان وجود داره که میتونه این جعبه ها رو باز کنه. این کارت ها هم توی یک سری جعبه ها قرار گرفته که یک سری کلید داره و این کلید ها رو به 7 نفر آدم مطمئن توی جهان داده که اونا از این کلیدها محافظت کنن. این 7 نفر اصلا آدمای مخفی نیستن و اسمشون توی گوگل راحت پیدا میشه. حالا نحوه دسترسی به اون چجوریه؟ اگه هر کدوم از این افراد بخواد، نمیتونه به تنهایی جعبه رو باز کنه. برای اینکه به اون هارد دیسک ها برسن، باید حداقل 5 نفر از افرادی که این کارت ها رو دارن وارد یکی از این 2 مرکزی که هارد دیسک ها توی اون قرار داره بشن. با داشتن این کارت ها و باز کردن اون جعبه میتونن اینترنت جهان رو قطع کنن و ما دیگه نمیتونیم با سرچ کردن چیزی اطلاعات مورد نظر خودمون رو پیدا کنیم. شاید فکر کنید که این افراد خیلی قدرتمندی هستند، ولی در واقع اونا فقط دارن از این کلیدها نگهداری میکنن و قدرت اصلی جای دیگه است. اگه بخوایم یک تعریف اجمالی از اینترنت بکنیم، اینترنت یک مجموعه عظیمی از داده هاست که ما هر وقت بخوایم میتونیم به اونها دسترسی پیدا کنیم و یک سری راههای دسترسی به اون وجود داره که توسط یک سری شرکت و افراد این راهها مدیریت میشه که اون اطلاعات و داده ها به صورت آسان‌تری به دست ما برسه. ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو تماشا کردید. اگه علاقه به این دست مطالب آموزنده و مفید دارید، ممنون میشیم ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید. خوبه که بدونید. Good to know.